درود دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. میرخانی هستم از شرکت آریون تجهیزگستر. امروز میخوام راجع به محصولات پرفروش توی دنیا و ایران باهاتون صحبت کنم. محصولات آزمایشگاهی مرک آلمان که دارین توی تصویر میبینید. مجموعه ما شرکت آریانا یکی از بزرگترین وارد کنندگان محصولات مرک آلمان توی این چندین ساله به اصطلاح بوده. تمامی جنسایی که شما مورد نیازتون هست موجود هست، با تضمین و با کیفیت و با گارانتی خدمتتون داده میشه. همینجوری که دارید توی تصویر میبینید ما یه سری نمونه جنسایی رو توی این ویترین براتون گذاشتیم، حالا به عنوان فقط جهت شو. حالا خیلی هاش هم اصلا نیست چون دیگه جا نداریم. مثلا سولفور آمونیوم استات، سدیم سولفات، پتاسیم کلراید، محیط کشت‌های مختلفه. حالا این نوتریم راس، متیلن بلو هستش، کلوران هیدرات هستش، پودر روی هستش، فنلفتالین هستش، کلورید کوبالت هست، باریوم نیترات هست، پرمنگنات پتاس هست. مایع‌های به اصطلاح مواد مرک ما داریم. خدمت شما عرض کنم مثلا بافر 9، بافر 10. A few moments later. خدمتتون عرض کنم که ما البته بجز اجناس آزمایشگاهی مرک آلمان خیلی برند هست تو بازار، عمومش رو داریم کار میکنیم. مثل حالا یه نمونه شارلو اسپانیا که خب کمتر استفاده میشه، یا مثلا برند زیگما آلدریچ که خب یه برند بسیار شناخته شده است، تقریبا تو همرده مرک ولی باز از مرک پایین تره. کملب بلژیک، BDH ریدل آلمان، پاندراک اسپانیا هستش. برندهای هندی داریم مثل CDH، لوبوکم هند. خدمت شما عرض کنم که برند دایجونگ کره کار میکنیم. تمام اینا آزمایشگاهی هستش. امیدوارم از توضیحات بنده لذت برده باشین. تا روز و روزگاری دیگر، ایام به کام. خدا نگهدار.